خب حل کار در کلاس صفحه 54 سوال 1. گفته عبارت‌های زیر را ساده کنید. برای ساده کردن عبارت‌های جبری ما قبلا گفتیم ابتدا جمله‌های متشابه رو پیدا می‌کنیم، بخش متغیرش رو عیناً می‌نویسیم، بخش ضریبش رو مثل جمع و تفریق اعداد صحیح با هم جواب میدیم. عبارت اول 4ax به علاوه a2 به علاوه ax. جمله های متشابه 4ax و ax، اونایی که بخش متغیرشون دقیقاً شبیه همدیگه است، اینا متشابه میشن. خب گفتیم بخش متغیر رو عیناً مینویسیم، ضریب‌هاشون رو با هم جمع و تفریق میکنیم. ضریب اولی 4، ضریب بعدی مثبت 1. 4 به علاوه 1 میشه 5 مینویسیم. A2 جمله متشابه نداره، خودش رو می‌نویسیم، ساده شد 5ax به علاوه a2 و تمام. عبارت بعدی 2a منهای 8xy به علاوه 2xy. 2a جمله متشابه نداره، خودش رو می‌نویسیم، منفی 8xy به علاوه 2xy. جمله هاشون دقیقاً متشابه، بخش متغیر رو عیناً می نویسیم، ضریب هاشون منفی 8 مثبت 2 مختلف العلامت از هم کم میشه منفی 6. عبارت بعدی 9ab به علاوه b2 منهای a2 منهای 5ab. جمله اول 9ab و جمله آخر منفی 5ab متشابهن، متغیر رو عیناً نوشتیم، ab رو ضریب هاشون مثبت 9 منفی 5 مختلف العلامتن، از همدیگه کم میشن. از 9 تا 5 تا برداریم میمونه مثبت 4. b2 و a2 جمله متشابه ندارن، خودشون رو می نویسیم. عبارت بعدی 9x به علاوه 7x منهای 8x به علاوه 3 به علاوه 11x به علاوه 5. اگه دقت کنید 1 2 3 4 تا جمله داریم که متغیرشون x. ما یه دونه متغیر x رو عیناً می‌نویسیم، ضریب ها رو همه رو با هم جمع و تفریق می‌کنیم. یعنی باید بنویسیم 9 به علاوه 7 منهای 8 به علاوه 11. خب 9 با 11 با هم میشن 20. 7 و 8 مختلف العلامت هم از هم کم میشه منفی 1. از 20 تا اون یه دونه رو هم کم کنیم میشه مثبت 19. درست شد. عدد 3 و عدد 5 با هم علامت هم جمع میشه مثبت 8. پس برای ساده کردن فقط شما جمله های متشابه رو با هم جمع و تفریق میکنی، جمله های نامتشابه رو عیناً می‌نویسید. بریم سراغ عبارت‌های بعدی. پنج در منفی 2 مساوی است با بعدی 3 دوم ضرب در 4b مساوی است با بعدی منفی 7 در منفی 4x بعدی منفی 4 پنجم ضرب در 2y. خب اینا هم بسیار ساده هم. بین اعداد پشت پرانتز و پرانتز هیچ علامتی وجود نداره، پس باید ضرب بشه. متغیر ندارن، فقط عددن، در ضریب ضرب میکنیم، متغیرش رو عیناً مینویسیم. مثبت 5 ضرب در منفی 2 مثبت در منفی 5 ضرب در 2 10 با متغیر a. 3 دوم ضرب در 4 صورت با 2 مخرج ساده میشن. 4 به 2 2 مرتبه، درسته؟ 2 به 2 1 مرتبه، 4 به 2 2 مرتبه. 3 ضرب در 2 6 متغیر b. منفی در منفی مثبت
7 ضرب در 4 28 با متغیر x. مورد بعدی منفی 4 پنجم ضرب در 2 ایگرگ. ضریب با مخرج ساده نمیشن، صورتها رو در هم ضرب میکنیم. منفی در مثبت، منفی 4 ضرب در 2 8 مخرج 5 متغیرش ایگرگ. به همین سادگی. بریم سراغ عبارت بعدی. a در منفی 5x. اگه دقت کنید مرحله به مرحله داره یه چیزی اضافه میکنه. منفی 1 دوم a در 3b منفی a در منفی b آخری منفی a در منفی a. موردهای قبلی فقط عدد در داخل پرانتز ضرب شده بود، این دفعه ضرب تک جمله‌ای جبری در همه. برای ضرب اینا ما میگفتیم چه کار میکنیم؟ علامت ها در هم ضرب میشه، ضریب ها در هم ضرب میشه و متغیرها در هم. علامت ها مثبت در منفی، منفی ضریب ها 3 ضرب در 5 15 متغیرها a ضرب در x. خود ax رو می‌نویسیم. اگر متشابه نبودن متغیرها کنار هم ضرب می‌کنیم می‌نویسیم. اگر متشابه بودن یه دونه رو می‌نویسیم، توانهاشو با هم جمع می‌کنیم. بریم مورد بعدی. علامت ها منفی در مثبت، منفی ضریب ها 1 دوم ضرب در 3 میشه 3 دوم، a ضرب در b میشه a b. مورد بعدی علامت ها در هم منفی در منفی، مثبت ضریب هر دو یکی نمی نویسیم، متغیرها رو در هم ضرب میکنیم. مورد آخر علامت ها رو در هم ضرب میکنیم، منفی در منفی، مثبت متغیرها کاملا متشابهن، یه متغیر رو می نویسیم، توان هر دو یک، توانها با هم جمع میشن، 1 به علاوه 1 2. بریم سراغ عبارت‌های بعدی. خب چون داره مرحله به مرحله پیش میره، طبیعتاً ضرب یک جمله‌ای در چند جمله‌ای و چند جمله‌ای در چند جمله‌ای رو ما داریم. بله. عبارت بعدی 2x در 3a منهای b. و عبارت بعدی 3y در 2x منهای 5y شد. ضرب تک جمله در چند جمله. حلش کنیم اول، بعد بریم سراغ چند جمله در چند جمله. برای ضرب اینا ما گفته بودیم عبارت تک جمله‌ای رو در تک تک جمله‌های داخل پرانتز باید ضرب کنیم. خب 2x در 3a اول ضرب می‌کنیم، علامت‌هاشون هر دو مثبت میشه، مثبت، ضریب‌ها 2 3 تا 6 تا a ضرب در x میشه ax. 2x در جمله دوم علامت‌ها مثبت در منفی، منفی ضریب‌ها در هم 2 ضرب در 1 2 x ضرب در b میشه xb. مورد بعدی تک جمله‌ای رو در تک تک جمله‌های داخل پرانتز باید ضرب کنیم. علامت‌ها 3 دوتا، علامت‌ها مثبت در مثبت میشه مثبت، نمی‌نویسم. ضریب‌ها 3 دوتا 6 تا، متغیرها y ضرب در x میشه x y x هم بنویسید هیچ فرقی نداره. 3y رو در جمله دوم ضرب می‌کنیم، علامت‌ها مثبت در منفی، منفی ضریب‌ها 3 در 5 میشه 15 و متغیرها در هم متشابهند. y رو می‌نویسیم، توان‌هاشون رو با هم جمع می‌کنیم، توان 1 توان 1 به علاوه 1 میشه 2. اینم از ضرب عبارت تک جمله‌ای در چند جمله‌ای. بریم سراغ ضرب چند جمله‌ای در چند جمله‌ای
که داخل این کار در کلاس ضرب دو جمله‌ای در دو جمله‌ای رو برای شما آورده. میشه A به علاوه 6 در A منهای 6. اینو اگر دانش آموز نهم ببینه اتحاد مزدوج بهش میگیم پایه نهم که انشالله سال بعد باهاش آشنا میشید. برای حلش گفتیم چند جمله یا وقتی میخوایم حل کنیم تمام جمله های پرانتز اول رو در تمام جمله های پرانتز دوم باید ضرب کنیم. یعنی A رو باید هم در A ضرب کنیم هم در منفی 6 و دوباره 6 رو هم باید در A ضرب کنیم و هم در منفی 6. مرحله به مرحله می نویسیم. A ضرب در خودش شده میشه A به توان 2، A ضرب در منفی 6 میشه منفی 6A، مثبت 6A مثبت 6 در A ضرب شده میشه مثبت 6A و مثبت 6 در منفی 6 ضرب شده میشه منفی 36. اگه دقت کنید دو تا جمله وسط منفی 6A و مثبت 6A قرینن و با هم خط میخورن. چیزی که باقی مونه A به توان 2 منهای 36 اتحاد مزدوج پایه نهم که الان برای شما نیازی نیسته. جمله بعدی یا عبارت بعدی ما میشه x به علاوه 2 در x به علاوه 1. برای پایه نهمی ها اتحاد یک جمله مشترک، ولی برای شما ضرب دو جمله در دو جمله. جمله اول رو در هر دوتا باید ضربش کنیم، جمله دوم رو هم در هر دو جمله عبارت دوم باید ضرب کنیم. x ضرب در خودش شده میشه x به توان 2، x ضرب در 1 شده میشه مثبت 1x، 2 ضرب در x شده میشه مثبت 2x و 2 ضرب در 1 شده میشه مثبت 2. دو تا جمله وسط متشابه و هم علامتن با هم جمع میشن. جمله اول رو خودش رو می‌نویسیم چون جمله متشابه ندارد. دو تا جمله وسط متشابه هم با هم جمع میشن. 1x به علاوه 2x میشه مثبت 3x، مثبت 2 هیچ عددی نیست باهاش جمع یا تفریق بشه خودش رو می‌نویسیم و تمام.